نه من شما رو جز کنم. این گزارش من نرستم بگرم فرمانداری دیوانه. بله چی باره و سول و سلا شیک درستی که ما مرچ فرمانداری جمعتن سول سلای باره و گب بجنه که دیگه سول سلا بکنن تو جنگ و شدت هیچ جا مبی هیچ پیم مبی. هنو همشی موات نتونم بگرم فرمانداری دیوانه نرستم. بله توانم برون چه دینیان جز کنن چه دینیان یک گزارش گرون شما پچی سول نکنی پچی بیره گیری پچی جنگ کنی وشان شهرین کار نه تو بچه اگه منی گزارش شوکین گزارش نبو اش برنو من هوا کار نه هر چی کنی بکنیش مار گپ پیجنم شما چه دامپی گپم من چه بندر شهری سر پیٹ نویتا علم میرگویری چون میربالا چی جیره نگوشه که من علم همی دوانه گوشم بیا وجه حق که ماشان جز کنی پچی این چو واحدن جیره حق ماشان جز کنی پچی مردم این که دلسیان چهانی جنگو جیره یک گزارشی الکاپی اوڑشی ماشمار پهواتی پا کوه شده تو چه پریشانه تی مالکمی تی پتی مرچی بی باندا بی میر بالا چو میر گوریچ که را تپی بی بلکن چوشی چیزی وانه میر بالا چو میر گوریچ که را نوگشی من وزانم تی یک دو سه دقیقه پشتای بجه بلسی بلکی بیا بابه بچه کانی دانه اوڑه کنگلا مزا اوڑه پس یت برجت پا میدانه اوه اوڑه شنبل ایده چیه کنی شما تو بگوش کنگل تو ایده چیه کنی پانک سردار دردی کنگلا بداری شگی لانکوت به هر هون بیه جنگو جیده تو که صحیحه مردم رویه نیبک بگیر هر تیمی بروی و سالب بگیر و سالب بگیر دیگه چون کنه باید کارباران کنه سرداری تو زانه غیر از من دیگه کسی نه توی کاران انجام ده کنگی این دیگه اوه تو نزانه شنبل کنگلا چین جهان لونج منی برات لونج کنگلای روی درات برادر روی درات کنگلای دیش کت بجن بله شما آگه اپان بله یک تویتلی من سراجت بچه باری یک کاری کتا کنه یا نه تو بگه چی کار بی سردار تر اعتبار کتا تو رو دواری آیا خب شیک علم من دلجمون تو نه یه 10 دقیقه تیم بگیره پا ما من لوتو سردار بگیندو رو بچه هنچو سردار سالی شلو که مردم این رویته ما ترچون وقت گرون دادی که کنگلا تو بلوته یک ودی سلام علیکم موچ پاده کنه من تر دیسته ادا او ادا هر جا تو سردار بگو شنبلی حتی 10 دقیقه تر بگیند همشی ندارم پا تو ای کار بکن حالا چهارم چیه بیشه انور جان چون تر دوسته منتوار دوتا هیچی فقط بخاطر تو بچه شنبل جان من اوتی بیاگلی هیچ شک نیستین ولی باور کتی یه کار سکی دامپی کاری چه دامپی کاری؟ من یک گزارشی لوتون سردار بگرون شی دامپی کاری سردار ماشمار جنتی بچه حالا شی و دلپاتگین بوتا همیشه دلپاته من و دلپات نبودم تو شهر رزانه شنبل نجانته تو پچی اینچو گوستا من نزانه تو پچی اینچو ای همی تی گوستایی اگه تی سری هر روچی نپروز شنبل تو می سر هنگار نکو تو بد بچه خدا توهین خدا حیره کنته حالا بچارن چوه نبی کنگلا تو انته یا نه حالا خدا بکن تو انته واجه حاجی صاحب ماشمان چطور کنه رنگوتی لوگان یا دیوان جا رहे بالاچ گپان رسینه واجه ای بالاچ هیچ ولا سهل نکن من خیال شیه که ماشوره دیوان جا واجان حال دیه و بیچاره گوری چه دل مانک مبی که بالاچ گوی سهل کن او واجه پدا چون من گنده گو بالاچ سک ترونده منی حیالا واجه ای وڈی که من گنده گایو بالاچ جنگ ارکل گوری چی نگو دولت زندگی بی نگو ملتا خدا ما هر کن برم دیوان جا حاجی صاحب یہ شنبل چیه که ما سنگ ساریان بالاچ دروازه پا وشتاتگا واجه موه سرپد نبود بره ماشوره دیوان جا ها بره دیوان جا واجه چنکه و اپار مردم دل بونه بی کپ بی سالوان کیم بچه کی بجان بکش و تاوانی بکن مردم هیچی مگوشیده
مردم دل بونه بی سالین که من این حال هش کد بچه کشتی چو تاوان کو خدا ازم دلم بوم بو هرکه باید بزن که اگر من کست و نیتی و هست شنبال هایده کار و خرابی و قراره چیشان سوال بدن چو گستاخ نکن زان منو با ترسی سردار جزا باطل سردار جان چوشن که می مقصد شیئن که پهل کنگم ها یک گوزی هدا جان پهل کنگ بازشته که گوشن یک کوران موا بانتا گوشی آی که پیش کدم نبو جای ما جنت ته چیه جنگانه که یکی چو کشگه بی اگه ویتی هون به حد باشا که ول ساکت زانه سردار جان شما شهر جور تگی واشتی من گپا همشان شنبال بچه تو هنو من لوگا نشتگه چو مبی که من گپی بجنن ترا وش مبی تو چمنا دلگرام ببه بیلی جولین گپانه که دیگری شیز پی تو کماشان جنگم تو وزیگین چوکیه تو یاد که من پا پهلی و پا تپاکی پانتو نصیحت کنه تا اینا کو باران کامو کیا چند رانده یا چند رشته بی دیگه یاتا میدم کی مسئله پیسلا بدن تو بسین دیتی نه تو اونتا تو راستی تو گوشت من پا دیگه کاری یاد که آچی نه واجه مارچ کاره مارچ کارش می جنگ و جیره ما گریب مردمه منی مقصدش می گزارش ما را همی بابت که چون واشان ساک ترسی مطلب نگوشی ما بیعزت کنتی اور بازا کنتی سردار ما بیعزت مکه دامنه چرا من کار شهر بی تو جنگ و جیره من خبر کنم شهر بی سردار جان من بازی شنبال گو والا من اوتی جیگ داشت من گو مره پان سردار من گو سردار سر شلو که هر چونه مردم اسم ما بچی سرداره با این کرگو گپی هردو که ما سردار دلسی ها بکنه من نلوره چو ببی بله شنبال گو الا بلا هر چونه بی ما باید بره پانک سردار بچی که سردار می کماشه سردار این ملک سرمستره سردار یک توهین راج قومی سرداره تو همچون نگو شنبال؟ بس شما واجه پهل کنی شیعل نی هنچ شما گوشی پیرگین چوکی دیگه چی بگوشی شعور هبری نیسته واجه یک دمان شما پهل کنی بچه من سردار گزارش مگرون تا این ملک که بگرم تو منو بگم دانتر آکلتر واجه بالاچ ته می ملکه تو زانه من صحیح نهم من ندیسته بگوش ای واجه باید این 4 گپ بجم تا 4 نفر باور کن که تو دیگه بیاک من همه خبر کو بکش من شعور نرسه بگم شنبال جان تو شمن جوز کن من دیگه همه دانم من هموک سرداری کاران کنم من صحیح و اده چیه بی چیه نبی هر کس کاری بندی بی جستی بی مشکل پیشه چه سردار کن سردار آیان کاران گیشینی من ندواشم بل جان همه هنی ترا گوشه گون ترا کار گمی جنگ و جیڑو بیڑے گرگ نه برو تی گریبی اب کن برو چه ناکویزا جوز بکن برو چه بچه ندارم بچه من منتواره بونچه شما گوش داره من خبر چیه تو من مگو چه عزت بگیر چه ناکو بارم باور که مشان دیسته سردار جان من مقصد چیه؟ مقصد شیگن گار بودتگین دود ربیدک بلوچ استانی کجام بو بندری آتش کنده کشان پچی گاره سهل و صلاح پچی گاره این جنگ و جیره چیه که الان هسته هنو شما شانی باره و گپ بجنی خلاص 2 کلمه بله متوجهم میری جان منم دنبال همین کارم دیگه همین گزارش چند ساعت به خود علاف شدم فرمانداری که نیستم نه یه جای دیگه هست وضعیت خیلی خرابه از لحاظ خبری عالیه حالا بعد بهتون میگم اون جلسه به دلالی نشد آها چند جدی واجه سردار پمنی حیالا شنبال پمنی لیب جای بچکان پیشتاره گو سکینه ای گزارش گیته
چین چه ملک بچکان جمع کتا شنبه لیبجا شما بری بچاره یک باری بلیتی کتا لیبجا کم دیگه منطقه ما چیه دست پاد مردمان لیبه بعد یک شنبه بلیتی باشه مبتا سیلی چاره شنبه خیال تو راحت. بچکان کپا گرفتش مبتا بله سردار گریب شنبه سک کویش استکن پای ملکم هنو شما و شما چی بکنو هر مردم اگه چواتی بلوچی پرهنگو بیتگین دو داره بیدگه خبر مکن دلی و پار نبید بجنی ما دلی مانید که آوتی پیسریگین گوستگین بیتگین کارانوتی بلوچانیانا هنو واتی وارنانا صحیح بکند هنو شما اگوشه که شما کسی بهترشان واشتر نزاند شهر رنگولا شما واتی دوربین تیار بکنی واو سردار باور که منت گل کو من هنچین گم یا کپتگتو همین که می گزارش پوره ببیته ای شمی حبر من منی دله من باز لگید بچکان دوربین تیار کنی دودا مزار دوربین تیار کن یک گپی دیم شما همین دودا بگوشو من هیچ بر مگو که پا گزارش پانه دیگه مردم گرچه سردار بره ها بله شنبل من ترا گوشته کسی گزارش اگر بس خلاص دیگه کار گمه جیده و درگیری نداریش من ترا گوشتن اولین بار گوشت آخرین بارم هسته اگه گواترا گمه درگیری قاطی کنه دیگه هر چی رحمت تی سرا ورچه شنبل جان سردار گوه دستی بنده زید که هن بلکه دیگه مردم کهتن توی کار زید کن شنبل جان شر بیمیار بی من هیچ می وحده نگرم هنو چی رواج میری گزارش تمام خبرن آماده من تمام گزارشن آماده الا گزارش مربوط به سرباز که قرار است طول سازش برای مشما دیم دون همین چون که اینجا خالی ابراهیم جان نگران نباش روزکار داره کاراش انجام میده به محض رسیدن گزارشش کارهای هماهنگی پخشش انجام میدیم تا 2 ساعت پیشم نگوشت گزارش آماده بی ساعت 10 جلسه حالات بی ساعت 10 تمام بود و گزارشی نرسته گوشت نوتی یه خبرنگاری مشما داریم محبوب عالم اربابی ته سرباز یه خبرنگار شضاعتا دیده گزارش بی مهمی آی تو داره مشما گیته که بچه که اولین بار اتی رفته گزارش که معلوم نیست چیه کن چیه نکن کجا هسته اگه شما بن گوشت دیم تر دیم ده رسیده حتما انجام داده میدونم انجام داده بله واجه من راج و پت و پیران پا اوپارو پهلکنگا و زانتکاری مدرستین دنیا نامش در رفته بچه که اکادیمی دور مردمان تو پاکو همدل بیتگن و پدا بز گو هر چی کاری بیته ایشان گو همدیگه حشر و مدد بیتگن و چشیه گیتر پدا میار جلی بیته وجه منتوار چه شما سردار جان بل می واحق شین که چه می بونگپ گشتر شما گپ بجنی که اگر می کام سرا سحت سلوی بکبتی ای کام چونکو چون یک پیسله کارزوالی چونکا شگی پیسله کو هی گوستگین دور گوستگین مردن وجه سردار جان چای بوری چای کات چی؟ کات چی؟ بندی کن وقت می آب رو ازت بشی چی ماشینه نه که تو مسافر کشی کنه پوری کنه خب بریم آشما؟ هنو بچه نبچه او باش ترتوار هست ها؟ برابر اوڑے چی برابر پیش منده هستین درش که تو هم مجن شرطه خب هنی برابر 1 2 3 چه تو پاکی یا گپ بجنی گوستگین دورو گوستگین مردم وجه یه می پیشگین دود و سچین ملکا نام و تواری مرتی نبوتا این می آیینا مرتی نبوتا زحم و کپون بوتا 1000 سال گیشنتی تهانی هنگه ها گوشند که آجی ای زحم و کپون چوش بوده که دنیا می سرا پهرکنشی راسته یک پهری کرداری درستین دنیا میزان تکاری سرا حیران منده عمر شاه باشه کنه چوشی ندارم شره شما گیشتر
چه همی زحم و کپون بگوشی باره این زحم و کپون چون بوده چونی دو در بیادگی قومی زحم و کپون چوشن که اگر چنانچه کسی کج رفته یا دیگه کاری کتا یا دیگه مشکلی پیش آورده اشتباهی کتا بالاخره یک کاری رفته که چوتین رای رفته یا مردمی کشک بوده چه دستی اما مرد که اونی کتا و نزانته اشتباهی کتا وقت رفته نجهته چیر نبوده وقت یه رفته پدا زورتگی آپی اینگو آنگوری غسلی کتا جانی شوشته کپونی وقتی گوار کتا زحمی زورته یا تا رفته پانگی لاتی مستری مردمی زورتش یه طرف بگوشو که لاتی مستری مردم زورته گواد کماشو ریسپیت دیگه زورته گوره رفته پانگی همه مردم ها که اوانی مردم کشک بوده پدستش پانگی همه مردم ها یاده که اوانی مردم کشک بوده گم نونی یاده پانگی اوان وجه ما پا پاد یاد کگم من یاد کگم وطی خبر سر هستم یاد کگم من آگه هر چی کنه شمایی بلکه من دل آرام نگیره که من اگر لوٹه قصاص بکنی گرب بکنی وطی بیڑه بگیری واجه چوش بگوست هاو شامبال جان نه چوشن که شما ای باره وا که اگر آب با مردی کرده و واجه زحمی زورته و کپونی گورا کرده و ربط دیما باره ای واجه کار بهل بوده یا نه آیا کشته انی میری چون برن گوان که جان برن کیا بوشن زیدی دلش بکن برینو شنبل انی میری مشم سر زهر نگیریده که ما فرمانداری دیوان نگفته پاش کپته شده که دیگه جای گزارش گفته که دیگه میده الکه خدا خیر کو شنبل جان شک بزانم که شان این گزارشو دوز ببین اگه گزارش کشن دوز مبی دیگه تی سر بروسه نکنن ندرو همین دوربین چطور پچه گره اگه پچش لگه بیا می ریشان سام و من زانو شانه اپا شما من دل پرد بکنی بلکه ان قبولش کو من حیالا این منی گزارش که من گفته چه هزار دیوان وشتره شرطره باور کنی بل نزانو خدا بکن قبول کنه برینو میری مرچه گزارش در مورد سازش فرمانداری راست دیمش نداد گزارش چون کنه وقتم حلاسن چه دیدی من تو گزارش کردم مرچه دیمه یا نه من چند بار بهش زنگ زدم تو دسترس نبود بعدش که جواب داد گفت هنوز داره گزارش میگیره شدوار زنگ جپنه ساعت 8 جلسه تو بگه چیه کن چه که جلسه طول کشید خیلی من الان دوباره بهش زنگ میزنم بوش یک ایمیلیه برای تو روزکار ایمیله فکر کنی ما واجه چی شد خودشه بابا چی دیم داد اصلا ما باشی برو فرمانداری خبری بگی چه گزارش بگی چه بوده معلومه که رفته قشنگ ایمیل تو نگاه کن شاید بنده خدا اشتباهی فرستاده بهتر بیانی چی نشته رفتش یک اسپیدی شوشه کماشی در مورد سوال سازش پرسته چه فرمانداری نرفته من مدیر کلی جواب چی بده چی گوشی در مورد سوال سازش چی پخش کنه خیلی خوب بذار من دوباره بهش زنگ میزنم صبر کن بله آقای میری فرستادم اما چیزی که میخوام به شما بگم اینه که من از جلسه فرمانداری گزارشی نگرفتم یعنی نتونستم بگیرم حالا یه موضوعی پیش اومد چه توضیحی؟ بابا ما اینجا معطلیم تو از اون میخوای توضیح بدی؟ واجه میری من یه گزارشی گرفتم که شما نمیدونید که چقدر دلسیاهی داشتین به خدا یعنی از اینا نمیشه گزارش گرفت از سردارایی بودن که پسراشون خیلی انتقامجو هستن طوری که همیشه جنگ و دعوا میشه من برای توپاکی اینا یه سری گزارش گرفتم من میگم قابل پخشه به خدا خیلی اذیت شدم آره یعنی یه کاری کنید که پخش بشه از این جلساتی که شما میگید من پوشش بدم این گزارش من به نظر من البته خیلی بهتر جواب میده راجع به همین موضوعاتی هست که شما خودتون گفتید به من یه لحظه گوشی
به نظر این بنده خدا داره درست میگه. به جای رفتن به جلسه فرمانداری رفته پیش سران توایفی که یک عمر با هم درگیرن. تازه میگه این قسمت اول گزارششه. میتونه از طرف دوم دعوام برات گزارش بگیره. همون چی جوانه گزارششی گفته. الان پشت خطه، چی بهش بگم؟ گوشا واشتراتی گزارش بیگاه پخش بیتر اخبار و شاید طرف مقابلم به مشبه گزارش کی تو دیم. روزکار جان همه چی درست و عالیه. ممنون که فرستادی. هنچه واجه میری شما نزانی ودی گپ ودی حالی که شما مارده ما چین که گلبه منتوارون چه دره جهلان کی. فقط ببین یه کاری بکن، از طرف دوم دعوام برامون گزارش بگیر. با رضایت باشه، کارت خبرنگاری تو حتما نشون بدی. امروز ساعت 4 پخش میشه. یه جایی باشه بتونیم ببینیم. ساعت 4. واشه ندرو الله میاره بچه کن لڑنگو لڑ 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 بچه کن می گزارش الکاب قبول بود. من زن چنبل، من زن تو زانه دیگه چیزی که من بگوشم وحشه نبی بیا وضعیه من تر کامل دو اچی شرطین گزارش رو ندیسته باز گلون که پسندش بود باور کن هنو منته بچه کن یک گزارشی چه گوری چم بگیره ای دوان جیره همو گوه شنبل انی ماش ما وزانه میر گوری چه میر بالا چه با ما پیش آمده که چوکی جنگ بیتگه گستو کینگیو زهر کاره اور پرچه برنه گزارش بگیره تو پده هور کو تی کپنا سوتا که تو چین چو برکنه چیه گوشی بچه تر چکاری کارانه ها تو چیه زانه گزارش و چیزا اما شنبل اوده شرط رزا اگه گزارش واجمه بودی از سرمستران چطور که دوست بودتگه همشی برابره شنبل من قبول نتیه بر بچه همشی برابره شره ولی شنبل چه دودا گزارشی بگیر ندارونم بچه تر دودا چی چیزه که من چه شما دوان گزارش بگیرم دودا نگوارم گزارشی نه واشی بگیر نه ये पेचुक रोज जंग जेड़े तो कोया मेरा सेच बार रवा चोरी वाची गुजार से बिते नवादा यार सर शक्ल नगेंदी शांबल लूटे या गुजारिशी च जन नो गोलो चीन चीज बगरा چه جن؟ بگو لوٹی یا نه هنو جن کجا درگیه جگه بی هنچی خبره کنی شما من گزارش جن گفته کنم تو یاره جن اوه ماش ماروت جنو کیا نزار بهمی کشو که یا جنو کنیشته اوه بچه شنبل نوشه یا نه والله شنبل گوشو همشی که گوشو که دیم پا دیم نشته همچی جکانی این چکو با بوشکانی میدانی مزار کشه شنبل انه ما جنو چه واقعی پورا جنو کیه من جنو بچه در کچی دیگه سنگر نیفگر چنو شنبل بچه دی باقی دی تای بودیه مردم وجه هنچو زو گوش نگیم نورس شان ارکم بیار ما هنچو گوش نگم بچه هنی وره بگو هده که تو وره؟ نه کجا این شنبل هر روش یه شهدینی دعوا کنه یعنی که پره جور کنی روچه انشی وجه روچه 10 بار ورا کوا این شهدین کوتیان شما ما وقتیم شما روچه 20 بار شان پچک بوا تو وره ناکو تبزو شبزو بور یک بور تو داغ باشی تمام واشترین شهدینه هر وقت حاضر دیدیمه لوگ اگر شهدین نیست رو دلجمی شامی نیست سیما آگهی نمایندگی انحصاری پیام‌های بازرگانی صدا و سیما به نشانی جدید انتقال یافت. زاهدان، خیابان دانشگاه، سراح دانش، ساختمان صدا و سیما. تلفن تماس 33 41 89 99. بلور و پلاستیک امران بزرگترین عرضه کننده انواع دکوریجات و لوازم کادویی
به خاطر یک خرید خوب و متفاوت در نمایشگاه بلور و پلاستیک امران متفاوت ببینید و بهترین را انتخاب کنید. متنوع ترین و زیباترین مرکز لوازم آشپزخانه. نشانی زاهدان روبروی شهر بازی پاکلاله بالاتر از جانبازان 26. لبخندتان را زیباتر کنید. خدمات نوین و پیشرفته دندان پزشکی در ساختمان دندان پزشکان سپید. زاهدان، خیابان دکتر شریعتی، جنب پست بانک. هنر دست اول از دست اول. فروشگاه و نمایشگاه فرش ماهور. عرضه انواع فرش های 1200 1700 شده در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. فروش اقساطی با بهترین شرایط. زاهدان، میدان مشاهیر، نبش بلوار بهداشت، سرابان، خیابان امام خمینی رحمت الله علیه، روبروی بانک ملت، فروشگاه فرش سپاهی. فرش ماهور، گسترده تا دور. سلام، کلی خبر خوب براتون داریم. ارسال رایگان، قرعه کشی، قیمت مناسب و کلی خبر خوب دیگه. فقط کافیه گوشیتو برداری، با همون تماس بگیری و از دنیایی از قطعات خوراکی ماشینتو سفارش بدی. خیلی زود بسته بندی میشه و میتونی چند دقیقه بعد در خونه تحویل بگیری. با لوازم یدکی 7 خیال ماشینت تخت. شهرک کارگاهی، میدان فنون، فروشگاه لوازم یدکی 7. شرکت محصولات غذایی شهدین، تولید کننده رب، انواع کامپوت و کنسرو، مربا و ترشی، با احترام به حقوق شما مصرف کنندگان گرامی، بروزترین تجهیزات و ماشینالات و آزمایشگاه‌های مدرن را به کار گرفته تا محصولی با کیفیت را برای شما تولید نماید. ما بهترین ها را برای شما می‌خواهیم. شهر زندگی با شهدین. سلام همراهان همیشگی شهدین. خبرهای داغ و پرهیجان شهدین آغاز شد. شهدین 1 میلیاردی شد. شهدین شما را به دیدن ادامه این سریال دعوت می کند. شنبل مرچگین ورنای و تیکارانی دلگوشین زمانک حرابه ولی ما علمو که شنبل دیگه حراب کاری نه. من پید واجهان مروتی ساخت 4 گزارشی چمیشمی ملکا شنگ بی من حتی شمار حال دون که علم بچاریتی گزارش؟ شبکه همون چی باره؟ نزانو همین که زانو که گزارش چمیشمی ملکا آگه شنبل گفته. اون شنبل شهرین کار کرده گزارش چمیشمی ملک گرد چاره که حق واجهان برینه. بالانچ این بلاهی مردم میشوران حبر نزو شما حبر زو شوتی گزارش ہوگی آونا کجا ما گزارش گه اشی شنبل راضی کو انی هم بچا گزارش شنگ بیتے ہیں تو بچاری چی گوشیتے ہیں بچه مزارک مشوه لوگا تلویزیونیه؟ نه منی پی چو هستش تلویزیون بل نه که ساعت 4 هم گزارش شنگ بی من گو که نرسید تا دوار من زوی آیدم چیزی تو به گزارش حلی نو وردن دست که زینی منی پی چای دودا چایانو دست بوار بگیر الو بارا منو چی گزارشی تالان بی ها همه تی زامات ہے من نادر بتو تو صحیح نہیں حال برو
تی زامات سرپد کرد بگوشی هر جا گره شورای نامه بگی این مرده که هیچ ذات نیه مگه سرپد بی؟ نه بابا سرپد نمی موارد هنی بچا سر یا نه شرطر روی کم دیگه بسوری نو هنگوری پیسرم همین گورد بله هنی بچا سران شارانی بلی شهرن دیگه ما سورینی ها بود موارد هنی که شنگه بی هاتون شامل سعی کن دیگه گزارش بچاره بیچاره که هر بر من ما توشی شنبه گزارشان شنگ نبتا من سعی کنی هنو سعی کن منی حیالا چه منی گوشک بیبی ها تو با تی توارا زودترش کن دیگه نه دل بدار بیبی آتو من گزارش مروه چی شنگ بی بچاریتی خانم معلمم گوشه ها بله مرواره بل درستان گوشون شریعت شهدار درست شما کافیان هر کمی توارش کنگه واجه هم مروچی منی گزارش همون شبکه شنگ بی بچاریتی درستان سایکو دیگه چه چاره گلوتید تو دیگه چما داد کتی گزارش بده و پهکی هم گندن تو هش کنن دیگه بیر کب جل پا مردم به سیل یهته بل چارم بلش کنم بل صحیح ببن منی گزارش بچارن تا بچا میر بالاچ اگه وقتی گزارش بگندی درستی مردمان بگنده گوری چوه پا من کله یکم بیا منی گزارش بگیر نیام وجه منتوار چه شما سردار جان ولی می واحق شین که چه می بونگپ گشته شما گپ بجنی بله واجه بله یه سوال اگو سلاح گپا نمینی حالا؟ و زانتکاریه بالا چی؟ درستین دنیا نامتوارش در رفت وچه که اکادیمی دور مردمان و هم دیگر توپاک و هم دلی بید بالاچو سول و توپاکی و ترا نه لاله شیوابی بهتر چپاه کن میار جلی بید وجه منتوار چه شما سردار جان بله می واحق شین که چه می بونگپ گشتر شما گپ بجنی که اگر می قوم سرا سحت سلوی بکپتی ای قوم چونکو چون یک پیسله کارزوالی چونکا شگی پیسله کو کهودا گوریچ الله ما بالا چوتی دل زنگان ریچی تو ما رو تلویزیون تا کم میجا اگر میگی شما ناما پا بدی مگری یا شهره بلکه می کام راز ناما پا جنگ و جیره و شدت بگی اگر چوشین گپی رجا مزنی دلچلی یاد بی زحم کپونی نام نگه آینی بیتا زحم کپون بیتا 1000 ساله کشیند ما واشتا که بالاش به حجم ترندی گپ جا بله نه چه تپاکی و زحم کپون پیشی شمشتگی دو در بیرون گپ جا بالا چا پیشگین بالا چا نه آجا گوری تو بچه چونی شرین گپ جا حیران منطقه نه چوشن که شما ای باره واقعی اگر آب با مردی کرده و وجد زخمی زورته و کپونی گورا کرده و ربط دیما باره ای واجه کار بهل بوده یا نه آیا طرف شنبو درست معلوم صحیح کنه فیصل هم تیار کنه فیصلی برگ هنو جایز نه فیصلی برگ چون مایش می درستانی برگ جایز تره من دل پریشان دیگه جنگ و شدت پیم مبی هنچ که شما رو همه کار بکنه بچه کشی مردی آهم بلوچی گپ یکی و تی گپ نگودی کار وجه گزارش رو دید چونکایت
تو زانه دیگه چیزی که ماشما به آ گزارش راب داریه ساکت من دوست بوده شما چی کنید دومی گذاشتش تو بکنه باری؟ بچه اگه گوریج معنیت که هیچ یکی آگی طرف گوریجه کشای بوده چوکی اگه معنیتی کرن دیگه گزارش که نه معنیتی هم که همه واجه جه نگرن دیگه تو زیگوه جه نگرن چی؟ جی؟ هان دیگه تو پسار شنبل؟ اوره جن چون که گزارش تو گره؟ گزارش جن بچه گزارش جن یه دوربین زوره خب من چیه زنی اوره گرونی دیگه بیای شما شنبل بازه گوتو من چیه زاند سردار گزارش تلویزیون تو که شنگ بی آم شنبل پای زوتی بگی تو شنگ بکن من کشی سردار تو چیه گوشه؟ سردار خبر تلویزیون مایش کتن یک به یک سردار شهری خبر کو بلوچی دو دره بیدیک زنده کو سهل باره واشی گپی جا ناکباران اصلی کیسه تو صحیح نه چه شیری شیبتشان یه کنگلا بیواس شی گریبی چوکیه من گوشته بچه هیجا نروه نپینده پیندک عیبین سکینتا گون حق بر حق جواب بده برتا گون سردار بالا چی لوگ چی بکن همود کار کن چونده نگنت رسی بیاو چی کتا واجه ها وقت تی زاماد واجه کاری هور بوده گزارش یش گبته واجه بالا چی راضی کتا یه شومی نسک بیا واجه ای گزارش رابطه گو شبکه هامو واجه شنگ بوده هنو سردار زهر گبته گوشتگی اگه تا شنبل مرتی دومه گوشان منو برو بیاو شهری کنی واجه نو واجه ما که سرپاد نبوده اگه شنبل ای گزارشی داتا پتالان بیگ گو سردار جند هستیه ای چی گفت شما جنگی؟ واجه یه بلوچی گفت گزارشی یه گفت گزارش هیچ ایرازی نیست ما هم یه برکنه واجه سردار وتی گپانه جده چون صحیح نه؟ بلی گپانه پدرد بوده کنگلا تو یار جان 10 سو تا یک کاسه سارا بدار بابا ای چی گپی قرار بوده پیش نماز ما شنبل سرداری دست بدم هنومون گیر نه بابا ما شما چون سرپد کنم ما شما چون گشم واجه ها چه وحدی که گزارش شنگ نبوده 1000 نفر یاد که کجا سرداری لوگا په شاباش و مرادباد سردار هم چه پرنچ کینک کنگلای گوشته بچه برو یه شنبل درگیج اگه چیر دو کن درگیج بیاریم زانه اگه سردار چه سهولت رانگ ابجته راستی بله وقتی دنکارانی بینید حالا دنکاران چیه؟ یار جان؟ درود درهباد واجه ها جور شما درد شهر جور بنبات واجه ها شما سرپده گوشی شنبل گزارشه مزنی آسی رو کتا میر سردار اگه میر بالا جنگ گوشی چه پیسر و گیشتر نوکتر کتا و میر گوری گوشی احت ایال پاشت چیر زیره و تا چیر داتا و کال کسا که ناکباران شما اگه سرپده مارکم که گیشه سرپده بیدیه و گوشن که شنبل چه تورستا هنچوش تا چیر تپتا که مشکل پیشی بگیدی چو چیر نتپی هنچین واجه مانا یا الله سلام علیک الله سلام جوری واجه سلامت شما واجه درستان چوه نکاهی جلو اشتاتگی جوری نو واجه کم بحت نامعلومی شنبل تا هنچو زند ظاهر هم تا ترک بیا واجه برو با تا چیر زیر کم برو بیا واجه پچی؟ پچی؟ بیای واجه ها باچ که تو نزانه تا چه حاسی رو کتا ہے تر هنچ هیلا تر چوشو نیلا علم بو درستان تر جاه یارم دیم ناکو باران چون مگو ماره چیه بوده واجه ها؟ شنبل تو پیر بیته بل پیر نبیته سردار خبر زورتا شنگ و تالان کتگان تلویزیون ترکای گوشته ای کارا بکن من پچی چوشی کلام میگی من سردار گو شنبل گزارش پا بچکان باشگاه لیبجاگی سردار من کشی باور کن ناکوبارا زن شنبل تو سردار بالا چی گزارشه پواتی همین جنگ شدت گو گوریچ نگیبته
وات سینه که یک کنگلا گوشیته یحتا جاک سلوات کت پی گزارش؟ بله نه زانه چون بو آروچی ما گوه که گزارش گیریم پا کجا بله ما من حیال سردر جنده نگو بله چی رازیه؟ سرداری؟ شابا سردار چوته عقلو ساسا کار کتا که شنبلا تو گشته چوشین دورین گزارشی چطور بگی بچه شنبل علامه گزارش رپورت رو پتاگی توری گفته یک تر گویی تو گشته تو شو واجه چوکه هونه ما بکه ای گفت تر کی گشته منو بگش سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام واجه سردار هم بده من واپار رو بلک من تر چوکو پی لاگن گاپان که تو جتگا باز واشین جوانن گاپتا هاشین گاپتا ته چامش کس همی تی شاملی گزارش کیسه گوشگم گیشتر چشمی گاپا همشی که تی او گوری چی کیسه نه پیلی و دلبردی و نارزای شکم بودن چونه ما چه که گلی مول گلی گوش داری واجه من شماره پوتی پته اجازه ولی وحری حالشی نماز وحری برن پر نماز رند هرچی وحشتی رند نماز باران تو چند بار میں لوگا یاد کر شده هیچ گپ پیچه میں لوگا ڈننا نہ شد ولی گویا که برای آئے گا اتنی کلی انظامات ہے گا بچه چین چو کارزوالی میں لوگ ہے سردار جوش مجا پس جوش جنا قوما انی مسئلہ گیشینگ نبانتے تلویزیون اتی گپا ما اش کتن بدیم خبر نهتا من چهار نماز رند آئی حساب جست کنه باری چی گوش گوش در شنبل رند چه نماز نتا چه ننده و مردمان گوشه که یه منی پته خبران گزارش بودتگن تو بس تر می جنگ و سوال کاری نیسته بس اگه تو تید نفس دوست هنچه کنه السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام وصلى الله تعالى على خير محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا رب شنبل پادا مردمان سرپدی بده واجه من یک گزارش گفته و بس مردم این چوزانن که دیشی گزارش بوده بله شنبل مردم پهمی حیالن که ما گوری چانو پهل کرده پادا بگو درو چیزان که من ترگوشتگم پادا الله تبارک و تعالی ارشاد فرمانی بسم الله الرحمن الرحیم پادا شنبل بگو شیش پادا وعافین عن الناس والله يحب المحسنين واجه من پهلی لوتون من دمان تولون یک گپی بزنم جان بفرمایید واجهان دلگوش یک گزارش من چه صلح تو پاکی او پار گبته گد بگوشون که این گزارشی بابتا سلام علیکم واجهان
हरगिज कदा राही रवा हर जना